تا 100 بار برادر عزیز. نفری که اطاعتش اطاعت خدا، نافرمانیش نافرمانی خدا. این شخصیتی که گوییم که با دعوت مخصوص خدا نزد خدا رفت، این به هیچ پیغمبر موفق شدگی نبود. حتی پیغمبری که وقتی آب چشم میریزانید خداوند درا جبرائیل روان میکرد که من میدانم که او برای چی گریه دارد، لیکن از گریهش بپرسین چرا گریه دارد. در پیش پروردگار اینقدر محبوبیت بود، اینقدر مرحمت و اینقدر منزلت داشت. بازم همین برادر عزیز یک نشستگیش در 100 بار استغفرالله میگفت است. حتی حضرت عایشه مادر ما گفت با پاهاش نظر میکردم زانوهاش مثل زانوهای شتر شده بود از عبادت زیاد. برای همین برادران عزیز و گرامی ما کوشش کنیم برای همین پیغمبری که خدا در قرآن صراحتا مقام محمودی وعده کرده بود که تو مقام محمودی داری، بازم همین اینقدر پایبند عبادت. ما کیم؟ ما برای جان خودمان، برای راحت آخرت خودمان کوشش کنیم برادران عزیز که پایبند کار خدا و رسول باشیم. هیچ وقت دنیا و آن گویم نغمه و نغامات ها و بعض کارهای صنعی که ساخته می شود برای ماها را از کار نیک و کار خیر و راه خدا دور کردن فریفتتان نکند تا برادران عزیز همت به نام خدا پشیمان بشید. ولی برای هر کدام تو حاضر خواهش داری که چگونه که شاید در همین حیات از همین دنیا راضی، خب از حیات خدا دادگی راضی، خب بعض لحظه های دارد دنیا که آدم بسیار خوشنوده، همون خوشنودی هایی که میخوای در همین دنیا داشتی از این به بالاترش در خانه قبر داشته باشی، انا هم خوشنودی های خانه قبر با سبب همین عمل های نیک تون میشه. قرآن میگه فما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. ببینید اندک کار نیکتان پاداش نیکی دارد، اندک عمل بدتان پاداش بدی دارد. خدا میگه این المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. این خداوند میگه جنت دارم که او را با زبان وصف کردن نمیشود، یا او را چشم بیننده تصور کردن نمیتواند، یا با گوش وصف او را شنیدن دهم. گوییم این گوش شرایط قوتی او را ندارد، لیکن همون جنت پرناز و نعمت خودم را برای کسانی میبخشم که بما کنتم تعملون در دنیا پایبند عملی نیک بودند، پایبند 5 وقت نماز بودند، پایبندی که هر چیزی را که میگن حکم خداست، حکم قرآن است، در همون دنبالگیری میکنند، در همون جانتی میکند. خداوند گفت به خاطر این که تو در دنیا از جمله اینها بودی، انا همون جنت بهر توست. ولی بین میم خانه برادرمون حاجی امام مهدی به خاطر چی میه؟ به خاطری که برادر ما حقیقتا آدمی مسلمان بود، برادری بود که مقصد خیراندیش بود، کارهای خیرش که زیاد بود، وادار ما میکنند میخیزه میم در همینجا دعا میکنیم. انا ما هم باید این خیل زندگی داشته باشیم که از دنبال ما به خیر یاد میکنند. شیخ سعدی میگفت چنان ذکرت به